با سلام، سوال شده که آیا گزگز پای دیابتی قابل درمان با داروهای اعصاب هست یا نه؟ سوال مهمیه، به خاطر اینکه یکی از درمانهای موثر برای گزگز پا در افراد دیابتی داروهای اعصابه. ما در اینجا داروهایی رو استفاده میکنیم که انتقال درد رو در سیستم عصبی کاهش میده و فرد میتونه به زندگی روزانش برگرده. اگر این کارو نکنیم، گزگز و سوزش و دردهایی که به خصوص شب بیمار رو اذیت میکنه میتونه زندگی رو به یک معنا چیکار بکنه؟ مختل بکنه. بنابراین اگر داروی اعصاب برای فرد دیابتی نسخه شد، تعجب نکنیم که چرا مثلا داروی ضد تشنج به من داده شده یا چرا داروی ضد افسردگی داده شده. اون داروی ضد تشنج یا اون داروی ضد افسردگی اثر مثبتی روی گزگز و سوزش پا داره و میتونه اون درد رو بین 30 تا 70% کاهش بده تا فرد بتونه به زندگی عادیش برگرده. بنابراین یکی از داروهاش میتونیم بگیم داروهای اعصاب هستش.